السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام و هواداران شبکه کاروان عمر. بر همه شما معلوم است که در سامانه‌های اجتماعی همه بلاگران، من خود را در نظر ندارم بلکه همه بلاگران را در نظر دارم که درباره دختران و ویرانشوی آنها نوار میکنند. من هم در این باره نوار کرده بودم، زیرا من خود را دور نمیگیرم چون در این باره نوار کرده بودم، ولی بسیار بلاگران درباره همین دخترانی که در سامانه‌های اجتماعی نوار میکنند و خود را پهن میکنند. اکنون وقتی به پسران آییم، البته همیشه دختران سیاه نیست، بلکه بعضی از پسرانی که خداوند او را پسر آفریده است ولی رفتار او، کردار او از زنها دیده پسر است و همین گونه مردها آبروی بعضی مردان تاجیک را، شیران تاجیک را چی میکنند؟ میریزاند. البته دیگر دولت ها میبینند، میگوید که این احوال بچه های تاجیک. و بر شما معلوم است که با سبب تجاوز شدن یک کمپیر و کشته شدن همان کمپیر از دست بعضی از جوانهای تاجیک، حالا در فدراسیون روسیه خیلی جنگ و جنجال و در این باره کشاکش بسیار شده است و سبب دپورت شدن بعضی جوانها، بسیار از جوانها انا همین میباشد. خوب، همین نواری که حاضر من به شما میگذارم، بینید که بچه تاجیک آبروی دیگر بچه را هم الکی چونین بدبخت ها میریزاند. این روین ای خدا لعنت کنه همین خیلی بچه ها را که مقصد برای پاپولار نشدن همین تیک تاک لعنتی باز دیگر نامی بچه های تاجیک را نیست الکی خیلی بدبخت هایی که خود را مثل زن میکنند و با رفتار زنها کرده بعضی از نامی شیرانی نر را پس میکند. این خیلی جوان ها را یافته راستی همان چیزی که خود را مرد میحسابند از ویخش بریدن پرتیم این خوبتر میشه، بجای اونه که این را بر ما یک نفر روان کرد و با صحیفه همون در آمدیم که در شبکه این دختر دست نمیدونم. من راستی خودم تیک تاک کار نمیفرمانم، اما همین نوار رو دیدم و خواستم کمی درباره همین خیل نرماده ها معلوماتیم. این همین احوال بی همین هم احوال شید ایده است. خیلی بدبخت ها نامی جوان های تاجیک خیلی پست می شود. الله نگهبانتان باشه و شما برای کار خدایا رو مددگار شما باشه.